آقای ویلیام مورگان رئیس شرکت مکتل، شرکت مخابراتی مکتل نیویورک، 250,000 دلار برشکست. روی این نیمکت داره گریه میکنه. یا آقای کچلواری کراواتی شیک 73 ساله اومد رد شد گفت جوان سرتو بالا خوب اینم گریه میکنی؟ تو یه جوان داری گریه میکنی؟ تأسفم برات، من کشتیت غرق شده. گفت قربان اون چراغا رو میبینی؟ اون کمپانی مکتل، اون شرکت منه. برشکست شدم، 250,000 دلار برشکست شدم. گریه نکنم چیکار کنم؟ 250,000 دلار داری گریه میکنی؟ جوان 28 ساله دست کرد تو جیبش، دست چکی رو در آورد. خب مبلغ 500,000 دلار در وجه، اسمت چی بود؟ ویلیام مورگان. چک رو نگاه کرد، یه مرتبه دید زیر چک امضا جان دی راکفلر. گفت پسرم دارم بهت میگم برو سرپای خودت بایست، سال آینده این چک رو همین موقع همین ساعت به من بده، قبوله؟ گفت آقای راکفلر من به تو قول شرف میدم تا جایی که بتونم 1 سنتشو خرج نمیکنم. فردا رفت سراغ 5-6 از طلبکارا، گفت به من یه چند ماه وقت بدید. مهلت گرفت، شرکت رو بازسازی کرد. ویلیام مورگان ظرف 9 ماه شرکت رو بازسازی کامل، تمام بدهی‌ها رو پرداخت کرد. پایان سال روز موعود با راننده مخصوصش اومد پارک. 2 ساعت گذشت راکفلر نیامد. از دور راکفلر رو دید، دوید. آقای راکفلر من ویلیام مورگان پارسال این چک شما یادتون میاد 1 سنتشو خرج نکردم. یه خانمی زد پشت کتفش گفت آقا عذر میخوام چیکار داری میکنی؟ گفت خانم دارم از آقای راکفلر تشکر میکنم. گفت ببخشید ایشون راکفلر نیست. راکفلر نیست؟ کیه؟ گفت آقای محترم پشت این پارک یه بیمارستان روانیه. ما بعضی از بیمارهای روانی رو گاهی اوقات میاریم تو پارک اینا استراحت قدیم. این آقا همیشه فکر میکنه راکفلره، تو جیبش هم یه دسته چکی به هر کسی میرسه یه برگ چک میده. راکفلر وجودتان خودتانید، خودتان.